یک گروه دانشمندهای یهود، قوم یهود، یک گروه دانشمندهای او با سوادان او نزد پیغمبر خدا آمدند. خواستند از پیغمبر خدا یک سوال را جوابش را گیرند. آنها پیغمبر ما و شما را پیغمبر نمی شماریدند. آنها به جای پیغمبر را شناختن باز دشمنی می ورزیدند. این سوال به نیت یک تحقیر برای پیغمبر خدا سوال کردند. آمدن نزد پیغمبر خدا گفتند کدام پارچه زمین بهترین پارچه زمین است؟ پیغمبر خدا ابی امامه میگوید که پیغمبر خدا سکوت کردند، جواب نگفتند. اسکتو حتی یجیء جبرائیل. پیغمبر خدا به طرف این یهودی ها چی گفت؟ خاموش می ایستم گفت، زیرا این سوال را من جواب گردانده نمی دهم و جواب اینم نمی دانم تا وقتی که جبرائیل نزد من نآید و از او من پرسان نکنم چیزی بر شما خبر نمی دهم. در حال میگوید جبرائیل نزد پیغمبر خدا آمدند و رسول اکرم از جبرائیل پرسیدند ای برادر جبرائیل، از من سؤال دارم. من از تو دیده داناتر نیستم. من هم نمیدانم که کدام پارچه زمین، کدام گوشه زمین بهترین گوشه زمین است. ولکن اسأل ربی، لیکن خدای داریم که از او جوابش را البته میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا ای گرانیسا گشتیم، اینا بچه‌ها یگون همش خودش گپ زنن. سلام علیکم. نموخه رفتیم اومدیم گرانیسا ارنگول 100 فوت چوتکی کاش بچه‌ها بیوی مقصد یگون جوی فن فرش نیست. گذاشتیم کوی دوید که بردن پرسکا کردیم بفروختن و پویز میریم مثلا هر میره میریم. ما با ماشین رفتیم اومدیم در مدتی 4-5 ساعت مقصد گذاشتیم کوی دوید اومدیم. نه همه ساعت پویز رسیم گرفتیم کوسن بچه‌ها گرفتن. کوی ایمیگراسیون تا نشون میده باوان ایمیگراسیون کارت دادن نشون میده. داشتیم بعد اون کوی چیزی نیست. ایمیگراسیون کارت دادن نشون میده. جمع ساعت پویزا این امروز 20 با ایجاد هم یا بچه هستن. مویهای سرتون بسیار میریزد و میخواهید پیشگیری کنید. اروم خلسترین تو بلند شدگی، خون تو غوض شدگی، در دل تو زلال آورده است. میخواهید این مشکل رو حل کنید. ایمونیتت ضعیف دارید و تیز کسل میشوید. میخواهید ایمونیتت پرقوت داشته باشید. راه همه همین مشکل ها من در دست ما کنجوت مثلا میتواند که همه همین بیماری ها رو برطرف کند. مؤمن برادر مؤمن است. همین ویدیو را بگی به برادرات روی که شاید برادرای شما همه تسلی را داشته باشند. من نزد خدای خود می روم و از خدای خود این سؤال را می پرسم و جوابش را به تو ای پیغمبر خدا می رسانم. در حال میگد جبرائیل ناپدید شد و اندک پس نزد پیغمبر خدا آمد. گفت یا رسول الله، اینی دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. ای پیغمبر خدا گفت امروز چنان با خدای خود چنان نزدیک شدم که هرگز چنین نزدیک شدن با خدا را یاد ندارم و هیچگاه این چنین با خدای خود من نزدیک نشدم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان یا جبرائیل، چگونه با خدای خود نزدیک شدی؟ کان بینی و بینه 70,000 حجاب من نور. حضرت جبرائیل گفتند نزدیکی من با خدا گفت امروز چنان صورت گرفت از برکات شما ای محمد که پس 70,000 پرده با خدای خود صحبت کردم. پس 70,000 پرده این قدر نزدیک شدم و از خداوند این سؤال را پرسیدم و بر من خبر داد خیر البقاع الارض مساجدها و شر البقاع الارض اسواقها. که خداوند خبر داده بود از بهترین پارچه زمین، بهترین گوشه زمین این همان پارچه و همان گوشه هست که
در او مسجد بنا کرده می شود. و بدترین پارچه زمین خداوند گفت آن پارچه زمینی هست که در او بازار بنا کرده می شود. الحمدلله که امروز همه شما پدرای عزیز، برادرای مهربان در جای شما نشستگی هستین که این خداوند بهترین پارچه خوان، بهترین گوشه خوان که شما در همان پارچه و در همان گوشه نشستگی هستید. حضرت علی رضی الله عنه میگوید اذا مات العبد یبکی علیه مصلاه من الارض. وقتی که اگر بنده مؤمن از دنیا میگذرد، یعنی اگر ما و شما کداممان از دنیا وقتی که میگذشته ایم، یبکی علیه مصلاه من الارض، همون جای نمازی که تو می نشستی، همون جایی که تو امر معروف گوش میکردی یا پیشانی خودت میگذاشتی سبحان ربی الاعلا میگفتی، همین پارچه زمین برای تو گریه میکرده است، گریه میکرده است. وقتی صاحب خودش نمیبیند، وقتی همان تسبیح گوینده را که نمییابد، میداند که وی از دنیا گذشت، در حق او گریه میکند. ابن عباس باشد میگوید تبکی علیه 40 صباحا. حضرت ابن عباس که غزالی در کتاب خودش میارد میگوید 40 سحر میگد در حق او انسانی که سبحان ربی الاعلا میگفت یا می نشست امر معروف گوش میکرد، برای این بنده گریه میکرد است. خوش به حال همه شما که این پارچه های زمین بهر شما گریه میکنند. این پارچه های زمین بهر شما از خداوند طلب مغفرت میکرده. حتی عطای خراسانی که اینم امام غزالی در کتابش میارد میگوید ما من عبد یسجد لله سجدتا فی بقعت من بقاع الارض الا شهدت له یوم القیامت و بکت علیه یوم یموت. اینم عطای خراسانی گفتند کدام بنده ای که اگر پیشانیش در کدام پارچه از زمین میگذارد و سبحان ربی الاعلا میگوید، همین پارچه زمین برای او گریه میکرده است. و همین پارچه زمین روز قیامت شاهدی میداد است که خدایا من شاهد هستم که همین بنده تو را سجده میکرد و گریه بهر همون بنده میکرد است. اولا این بشارت پیغمبر به گوش همه شما رسانیده شد که شما الحال در یک گوشه نشستگی هستین که این خدای شما بهترین گوشه خوان، بهترین پارچه زمین خوان. و دویم بشارتی که میخواهم به سمع برادرای رهدوری برسانم، اینم از حدیث های پیغمبر خدا عبارت است که راوی این حدیث حضرت جابر است. میگوید خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلیمة ان ينتقلوا قرب المسجد. حضرت جابر میگوید که یک قبیله بود به نام بنی سلمه یا بنی سلیمه که دور از مسجد زندگی میکردند. به گوش اونها رسید که اطراف مسجد خالی شده است، یعنی زمین خالی هست برای خانه انداختن مهیا هست. اونها در حال اراده کردند که از بس که محبت مسجد داشتند و میخواستند همه وقت نمازهای اونها در مسجد که خوانده شود، در حال اراده کردند که رفته در پهلوی مسجد خانه می اندازند. فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه و سلم، این آوازه آمدن قوم بنی سلمه به جانب مسجد به گوش پیغمبر خدا رسید. فقال لهم یا بنی سلیمه، پیغمبر خدا نزدشان میگرفت و همون قشلاقشان رفت و گفت ای بنی سلمه بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. به گوش من آوازه آمد که شما میخواهید که در پهلوی مسجد من خانه اندازید از برای محبت به مسجد داشتنتان.
قالوا نعم یا رسول الله قد اردنا ذلك. ای پیغمبری خدا، بله گفتند ما اراده کردیم، ما خواستیم که در پهلوی مسجد شما خانه اندازیم تا که همسایه مسجد باشید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ای بنی سلمه گفتند همین موضع خودتان را تغییر ندهید، زیرا که هر قدمی که شما از این راه دور به مسجد میزنین، در هر قدم این درجات شما در نزد خدا بلند می شود. بنی سلمه وقتی میگد این سخن پیغمبر خدا را که شنیدن، گفتند ما یسرنا ان کنا تحولنا، خرسند نمی شدیم از آنی که ما در پهلوی مسجد خانه می انداختیم اگر صحبت پیغمبر خدا را نمی شنیدیم. امروز که صحبت پیغمبر را شنیدیم که در هر قدم ما در نزد خداوند اجر نویسانده می شده است، از این خاطر همین راهی دور برای ما بهتر است از اونی که در پهلوی مسجد ما خانه می اندازیم. ابی ابن کعب باشد میگوید کان رجلا من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه. در مدینه نماز میخوانده میگوید ابی ابن کعب، یک مرد بود در داخل همون جمعیت ما که از اون دیده دیگر راه دوری ما کسی نداشتیم، بسیار از راه دور می آمد. و کان لا تخطئه الصلاة. ابی ابن کعب میگوید که بازم این قدر راه دور بودن هیچ نماز 5 وقته از او فوت نمیشد، در همه نماز با وقتش آمده می رسید. فقلت له لو اشتريت حمارا تركبوه في الظلماء و في الرمضاء. ابی ابن کعب میگوید وقتی میدیدمش پر از آب و عرق بود، زحمت کشیده که به مسجد می آمد، گفتم ای برادری انصاری، یعنی مردم مدینه را انصار میگفتند، ای برادری انصاری، خوب میشد که اسب یا خر برای خود میخریدی تا که در این تاریکی هایی که تو میایی یا در این گرمی هایی که تو قدم میزنی این مشقت ها از تو برداشته میشد. میگوید این مرد به سوی من گفت ما یسرنی ان منزلی الى جانب المسجد. من دوست نمیدارم اینکه در نزدیکی مسجد خانه من باشد. اینی اريد ان یکتب لی ممشای الى المسجد و رجوع اذا رجعت الى اهلی. این مرد گفتن که من دوست میدارم، ای برادر گفتن، اینکه این قدم هایی که به مسجد میزنم و قدم هایی که باز از مسجد میبرایم به خانه بازگشت میکنم، هر دو جانب این خداوند در نامه اعمال من نویسد. این برای من پسند است، این برای من خوب است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند ای مرد، گفتند ای امت من، خبردار باش که رفتن و آمدنت چند قدمی که می شود خداوند در نامه اعمال تو وی را کتابت میکند. این رفتن و آمدن شما اگر 1000 قدم شود، اگر 2000 قدم شود، نابسته شما با چیزی سواره میآیین یا با پای پیاده میآیین، این مسافه راه را خداوند در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکند. ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم الیها ممشیا فابعدهم. اینم حدیث پیغمبری خداست. به درستی این که نمازی که از ثواب پرتر است، نماز کسی که راه دور دارد
و قدم زنی زیاد دارد. این نمازش گفتن از نماز کسانی که نزدیک مسجدن فرق کننده است، ثواب اونها زیادتر است. خوش به حال آن برادرانی که از راههای دور و نزدیک به مسجدهای دوردست می روند، نماز خود می خوانند. انشاءالله در این کار که بعضی سوالها بود که ما چند مسجد میگذاریم، آیا این گناه نیست؟ نه، بلکه شما ثواب خیلی زیادی را از روی این حدیث های پیغمبر خدا که راوی اینها امام مسلم هست شما چیکار میکنید؟ نائل میشوید. حتی پیغمبر میگوید بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بنور الطام یوم القیامت. اینم ترمذی ابن داود روایت کردند. گفتند خوش به حال همون کسانی که در شبها قدم زنان به سوی مسجد می آیند، بشارتشان می دهم با یک روشنی در روز قیامت. این بشارت های پیغمبر خدا اولا صدا داد به هر آنی که در مسجد ما و شما هم مردم های رهدوری اشتراک دارند و برادرانی که در این بهترین پارچه زمین نشسته بودند و درک نداشتند که این بهترین پارچه زمین بوده است، الحال انشاءالله باوری کامل حاصل کردیم که از روی حدیث های پیغمبر خدا فهمیدن که در بهترین پارچه زمین آنها نشستگی هستند. و دوم از انتظام مسجد این است که داخل شدن مسجد چگونه باشد؟ پیغمبر خدا گفتند کدام از شما وقتی که نزدیک مسجد آمدین، اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. پیغمبر خدا گفتند وقتی که شما پای راست خود در داخل مسجد گذاشتین، اولین کاری که شما انجام میدید این است که با پیغمبرتان صلوات بفرستید. صلوات چگونه است؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. زیرا این بهترین مکان، بهترین گوشه ما و شما از طفیل پیغمبر خدا به دست ما و شما آمد. و این ماه فراموش نکنیم که ماه مولود پیغمبر همه ما و شماست که روز 20 یا 21 اپریل این برای روزی بگیم تولد پیغمبر خدا مطابق بودند. و خوش به همه اون برادران ما و شما که در این ماه خرسند می شوند از این ماه مولود، از این ماه تولد شدن پیغمبر خدا. زیرا که در حکایه می آید که وقتی ابو لهب که به واسطه دشمن پیغمبر خدا بود، پیغمبر خدا را اینقدر آزار میداد که در نادر المعراج حکایت میکند، میگوید یک غلام داشت به نام سویبه. وقتی که این رسول اکرم در این ماه ربیع الاول تولد شد، این غلام ابو لهب نزد ابو لهب آمد و گفت من هیده از تو میگیرم، زیرا اینه که برادر تو عبدالله امروز پسر بچه در خانه او به دنیا آمد. وقتی ابو لهب که از عاقبت کار درک نداشت میگد خرسند شد، چنان خرسند شد که در خانه برادرش فرزند به دنیا آمده است. برای هدیه دادن این غلام خود چه هدیه داد؟ گفت هدیه این آوردگی تو مکافاتش این است که تو از غلامی آزاد. میگوید وقتی که ابو لهب بعد این قدر دشمنی که با پیغمبر کرد و از دنیا گذشت، بعضی از اصحاب پیغمبر میگه در خواب دیدن و گفتن ابو لهب حال تو چگونه است؟ گفت فقط همون شبهای دوشنبه که من یک خرسندی در تولد این محمد کرده بودم، همون شبها عذاب کمی از من برداشته می شود، دیگر فقط در عذاب هستم. وقتی ابو لهب که شب دوشنبه برای یک خرسند شدن محمد که
عذاب از او برداشته شود، پس چی جای دیگر وصف کردن این امت هایی که دلسوز محمد هستند؟ چی جای وصف کردن آن امتی که قدم زنان به سوی مسجد می آیند، نماز جمعه می خوانند؟ از این خاطر در این ماه برای آنه که همه فرزندهای شما درکدار شوند که این ماه تولد پیغمبرشان هستند، خوب میشد که نزد دسترخوان یک طعام حاضر میکردین، یعنی از دسترخوان‌های هر روزه فرق کننده باشد و برای فرزندها خبر دهیم که این ماهی تولد پیغمبرمان هست. و اگر کتابی باشد برای آنها کمی از تاریخ پیغمبرتان خوانید، و اگر کتاب‌ها یافت نشود کاسیته‌های امر معروف است برای آنها گذارید تا که در خاطره آنها، چگونه که در خاطر ما و شما خاطره ما و شما سال نو نشستگی است، خب روز تولد خودمان نشستگی هست، این که البته افضل بهتر است در خاطره آنها نشیند که همین 20 یا 21 اپریل یا ماه ربیع الاول کدام روزش نباشد تولد پیغمبرشان است. این انشاءالله شما ثواب میگیرید. اولین قدمی که بر مسجد ما و شما میگذاریم باید که از صلوات پیغمبر شروع شود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت عوس ابن عوسین میگوید که پیغمبر خدا گفت لایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاة فیه فان صلاتکم معروضه علی. این پیغمبر ما و شما گفته بوده است ای امتی من، بهترین روزها از روی فضل درجه این روز جمعه هست، از این خاطر در روز جمعه برای من صلوات بسیار بفرستید، زیرا اینه که صلوات شما معروضه علی، پیشنهاد من میشود. میگویند که فلانی ابن فلانی به نام تو صلوات فرستاد. یک اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گفتگی ما و شما نزد پیغمبر خدا پیشنهاد می شود که فلان امتی تو از فلان دیار از فلان محله به حق شما چکار کرد؟ صلوات فرستاد. فقالوا کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یعنی صرت رمیما و فی روایت بلیتا. وقتی میگه پیغمبر خدا این حدیث گفتند، صحابه های پیغمبر چیکار کردن؟ گفتند ای پیغمبر خدا چگونه صلوات ما پیشنهاد تو میشود در حالتی که تو در داخل قبر خاکستر شدی، در داخل قبر جسد تو پوسیده هست، چگونه پیشنهاد میشود؟ رسول اکرم چی گفتند؟ ان الله عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، رواه ابو داود. گفت ای اصحاب من، شما درک ندارین که خداوند بر زمین حرام گردانیده است این که جسد پیغمبرها را نابود کند. زمین حق ندارد که جسد پیغمبر را خاکستر کند. زمین حرام گردانیده است بر زمین که جسد پیغمبرها را بپوساند. جسدهای پیغمبرها نمیپوسند، جسدهای پیغمبرها خاکستر نمیشوند. گفت پیغمبری خدا. وقتی این صلوات ما و شما به نام پیغمبرمان که روان کردیم، در حال از پسش دعا میکنیم اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدای مهربان این درهای رحمتت را برای ما گشاده نگه بدار. گفته ما و شما داخل مسجد میشویم. وقتی در داخل مسجد در آمدیم، چیکار کردن من در کار؟ انما هی لذکر الله و تلاوت القرآن. پیغمبر گفتند این مسجد گفتند جای ذکر خداست و جای تلاوت قرآن است. برای ما و شما مسئله داخل مسجد حل کردند. بنده مسلمان باید چیکار کند؟ وقتی در مسجد که در آمد
بعد ادا کردن 2 رکعت تحیه مسجد، که تحیه مسجد ما و شما اگر حالت موعظه نباشد، وقتی امر معروف یا نهی از منکر باشد یا وقتی خطبه خواندن امام باشد، این حالت ها برای ما و شما طبق مذهب ابو حنیفه جایز نمی شود که تحیه مسجد خوانیم. باید که ما خطبه را گوش کنیم، باید ما و شما موعظه را گوش کنیم. وقتی موعظه نباشد، داخل مسجد خالی باشد، می درویم 2 رکعت تحیه مسجد، کدام سوره که نباشد می خوانیم در حق تحیه‌گران این مسجد، در حق آباد کنندگان این مسجد ما و شما دعا میکنیم. بعد دعا کردن اگر چشم بینا داشته باشیم، چشم سواد داشته باشیم، قرآن هایی که در داخل مسجد است قرآن تلاوت میکنیم. اگر مبادا قرآن خواندن توانستیم، تسبیح ها را گرفته سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر ما و شما ذکر میکنیم.